نمیدونم تا حالا کسی از نوشتن به چیزی گفته یا نه. اینکه چی بنویسی و چرا نوشتن موثره. اما همینقدر بهت بگم که وقتی به چیزی فکر میکنی مثل رانندگی بدون نقشه است. اما وقتی همون چیزو مینویسی GPS مغزتو فعال میکنی. درود بیکران و خوش اومدین به ناژ. بریم سراغ خلاصه مفید 5 فصل اول کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد که میگه قبل از اینکه مطالعه فصل‌های کتاب رو شروع کنی فوراً لیست هدفات رو بنویس. تند و سریع بنویس. روی صفحه درنگ نکن. اگه متوجه شدی که از یک هدف به این خاطر که زیادی بزرگ و دست نیافتنی چشم پوشی میکنی، هر جور شده اون هدف رو بنویس و کنارش علامت بزن. این هدف یک هدف واقعیه. کتاب داستان مربی معروف فوتبال رو مثال میزنه. میگه که اون زمانی که کارش رو از دست داده بود و بی پول و بی انگیزه بود، 107 هدف مهال بزرگ خودش رو نوشت و بعدها به 81 از اونها رسید. توی این دنیا حتی اگه یک نفر بتونه تو هم میتونی. در کتاب جادوی فکر بزرگ نوشته شده بود که آدم‌ها باید کل هدف‌هایی رو که میخوان قبل از مرگشون به اونها برسن روی کاغذ بیارن. حالا اینا چه ارتباطی با نوشتن داره؟ انسان موجود پیچیده و شگفت‌انگیزیه و میشه گفت تا حدودی همه چیز به ذهن و ساختار مغز ما برمیگرده. نوشتن هدف اون قسمت از مغزتو که بهش سیستم فعال کننده مشبک میگن یا همون RAS به حالت آماده باش در میاره تا در این روند به تو ملحق بشه. در انتهای ساقه مغز ما به اندازه انگشت کوچیک یک دسته سلول هستن که اطلاعات جدید رو طبقه بندی و ارزیابی میکنن که این سیستم اطلاعات ضروری رو به بخش فعال مغز تو میفرسته و اطلاعات غیر ضروری رو به بخش ناخودآگاه ارسال میکنه. این سیستم هوشیار کننده مغزه و اون رو به حالت آماده باش در میاره. صداهای غیر ضروری رو حذف میکنه، مثل صدای جیرجیرک یا تیک تیک ساعت وقتی که خوابی، و صرفاً به وقت ضرورت تو رو از صداها آگاه میکنه. یکی از دقیق ترین و آشناترین نمونه عمل کرده این سیستم همون تجربه‌ایه که احتمالاً همه ما داشتیم. توی یک اتاق پرجمعیت حضور داری و بین سر و صدای گفتگوی افراد حاضر توی اتاق صدای طرف صحبت خودت رو به زحمت میشنوی که یک دفعه کسی تو رو از ته اتاق صدا میزنه و بلافاصله گوش تو تیز میشه. به طرف گوینده برمیگردی و حالا سخت دلت میخواد که ادامه صحبت مربوط به خودت رو بشنوی. سیستم مشبک همون مکانیسم کنترل کننده توئه که توجه تو فقط به چیزی که برات مهم و سودمنده جلب میکنه. دقیقاً مثل یک سیستم فیلتر کننده است. وقتی خواسته خودت رو مینویسی، فیلتر مغزت رو به فعالیت وادار میکنی و اتفاقای جالب آروم آروم شکل میگیرن. اگه هیچ وقت صاحب یک ماشین هوندا نبودی و هوندای آبی بخری، یهو توی کل شهر هونداهای آبی به چشمت میخورن. شاید متحیر بشی که سر و کله این همه ماشین هوندای آبی از کجا پیدا شده. ولی اونا همیشه بودن، فقط تو به اونها توجه نمی‌کردی. این یعنی فیلتر مغزت فعال شده. هدف نویسی سیستم فعال کننده مشبک رو فعال میکنه و اون هم به مغز چنین پیامی رو مخابره میکنه. هوشیار باش. به این بی‌توجهی نکن. لطفاً اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن. با نوشتن هدف مغزت شدیداً سعی میکنه بفهمه هدف تو تحقق یافته یا نه و تا وقتی که بهش نگی آره رسیدم بهت کمک میکنه و توجه تو به سمت نشونه‌هایی مثل همون هوندای آبی که همیشه وجود داشتن معطوف میکنه. پس وقتی که یک هدف رو روی کاغذ میاری نشونه‌ها شروع به ظاهر شدن میکنن. اتفاقایی که به راحتی اونا رو شانسی در نظر میگیریم در واقع نشونن. به این رویدادها همزمانی میگن، یعنی به طور همزمان اتفاقای خوشایندی میفته که شما رو به هدف نزدیکتر میکنه و اینطوری میفهمید که توی مسیر درست هستید. بعضی‌ها به این نشونه‌ها پیغامایی از طرف کائنات و یا ارتباطات کیهانی میگن که اونم درسته، چون ما ذره‌ای از این کائنات هستیم و اجزای کائنات با هم در ارتباطن. این یعنی تو تنها نیستی و زندگیت بدون توجه به این که در چه شرایطی هستی
قسمتی از یک طرح و برنامه بزرگتره. ما موجودات ارتعاشی هستیم. انرژی و فرکانسی که میفرستیم آدم‌ها و راهکارها رو به سمت ما میکشه و وقتی فیلتر مغزت روشن بشه، فرصت‌ها، راه‌ها و آدمای مرتبط با هدف تو رو سر راست قرار میده. با نوشتن خواسته روی کاغذ این پیام رو به سمت کائنات میفرستیم. هی، من حاضرم و نشونه‌هایی که میبینی جوابی از سمت کائنات هستن که میگه پیام تو رو دریافت کردم و به آن مشغول هستم. وقتی هدفات رو مینویسی مثل اینه که تابلوی نصب کردی و روی اون نوشتی فروشگاه باز است و به کائنات اجازه میدی اسباب و وسایل مورد نیاز رو داخل فروشگاه تو بچینه. یعنی از طریق آدم‌ها، اتفاقها و نشونه‌ها بهت کمک میکنه. اگه از هدف خودت آگاه نیستی و نمیدونی واقعا چی میخوای، میتونی نوشتن رو به کار بگیری تا راه درست رو بهت نشون بده. شاید عجیب به نظر برسه، ولی نویسنده از زندگی آدمایی مثال میزنه که تا قبل از نوشتن نمیدونستن چه هدفی دارن و به ما میگه بنویس. نوشتن آفریننده مفهوم خود است. ضمیر ناخودآگاه به شیوه‌های مختلف با ما حرف میزنه و نوشتن یکی از اون راه هاست. تمرین نوشتن در صبح زود راهکار خوبیه که از طریق اون خواسته ها آشکار میشن. ساعت رو 1 ربع زودتر از وقتی که بیدار میشی کوک کن و همین که بیدار شدی شروع کن به نوشتن. اصلا مهم نیست که چی مینویسی. اگه دوست داشتی زودتر بخوابی درباره همین بنویس. اگه درگیر مسئله کاری یا بیماری هستی همونو بنویس. با این روش ذهن تو گرم میشه. درست مثل حرکات کششی قبل از تمرین و ناخودآگاه خودکارت روی کاغذ به حرکت ادامه میده و از چیزایی که مینویسی شگفت زده میشی. این تمرین رو 2 هفته ادامه بده. نوشته ها تو بازخوانی نکن. وقتی 2 هفته گذشت اونها رو بررسی و با هم مقایسه کن و وجه اشتراکشون رو پیدا کن. بهت پیشنهاد میدم دفترچه کوچیکی بخری و همراهت داشته باشی. چون وقتی هدف نویسی رو شروع میکنی مغز تو انواع اطلاعات و ایده های جدید رو به سمت تو مخابره میکنه که توی برنامه ریزیات و بست دادن اهدافت مورد نیازت هستن. اینکه چرا باید یه دفترچه همراهت باشه به این خاطره که معمولاً ایده ها میان و میرن و فراموش میشن. پس باید به محض رسیدن یک ایده اونو یادداشت کنی. توی خیلی از سازمان‌ها و شرکت‌ها صندوق پیشنهادات وجود داره که باعث بهبود عملکرد اونها میشه. دفترچه یادداشت کوچیک توی جیب تو هم به صندوق پیشنهادات برای مغزت تبدیل میشن. وقتی دفتری برای یادداشت تفکرات عمیقت پیش خودت داشته باشی، به مغز این پیام رو میفرستی: آماده ام که اطلاعات تو را دریافت کنم. تو با این کار به اون قسمت مغزت که ایده ها و افکار رو مخابره میکنه احترام میذاری و اون از این احترام خوشحال میشه، به طوری که حتی دست به تولید افکار بیشتر و خلاقانه تری میزنه. بعد از یه مدت متوجه میشی تمرکزت بیشتر شده چون به اطرافت نگاه میکنی و خبرهای داغ زندگی رو دریافت میکنی. مغزت هوشیارتر میشه و تو مدام نشونه میبینی و احساس میکنی زندگی طرف توئه. چون با نوشتن نشونه ها تعداد اونها زیاد میشه و تو پر از انرژی و سرزندگی میشی. خوشحال میشی از اینکه مدام چیزای مرتبط با هدفت میبینی. ممکنه ایده ها توی هر جایی به ذهن شما برسن. فقط کافیه یه برگه و خودکار همراهتون باشه. خودتو به نوشتن هدف محدود نکن. تو حتی میتونی چیزای مفید و مثبت بنویسی. مثل تعریف و تمجیدایی که از دیگران راجع به خودت میشنوی. تعریف ها مثل پول توی بانک میمونن. در ما احساس امنیت به وجود میارن. وقتی که اون صدای منفی درونی میخواد تو رو از ادامه راه منصرف کنه، دفتر تعریف و تمجید مثل سوخت موشک بهت انرژی میده تا یادت نره چقدر خوبی. هدف کتاب اینه که تو به مغناطیس و گیرنده تبدیل بشی، به ماجراجویی که سفر میکنه تا معجزه اتفاق بیفته. نمیدونم تا حالا به این موضوع دقت کردی یا نه که وقتی جای خالی برای چیزی در نظر بگیری، اون جای خالی بعد از یه مدت پر میشه. پر کردن جاهای خالی دفتری که برای کار خاصی در نظر گرفتی میتونه کار خوشایندی باشه. مطمئن باش که حتی اگه نوشتن رو بلد نیستی، اون دفتر خالی مغزت رو تحریک میکنه تا مسیر پیشبرد هدفاتو بهت نشون بده و بعد از مدتی تمام صفحات دفتر پر میشن.
فقط کافیه برای دفترت یه عنوان انتخاب کنی. عنوانی که بهش علاقه داری، مثل هدفهای زیبای من یا صندوق پیشنهادات مغزم. ناپل اون هیل میگه خواستن یک چیز و آمادگی دریافت اون با هم فرق دارن. آمادگی یعنی ایمان داشتن به تحقق خواسته. کار ذهن باید بر اساس باور باشه، نه فقط امید و آرزو. نوشتن خواسته باید دقیق و روشن باشه. هرچی دقیق تر بنویسی، در واقع داری میگی چقدر به خواستت ایمان و آمادگی دریافتشو داری. جزئیات باعث میشه کائنات تو رو راحت تر در رسیدن به هدفت همراهی کنه و اینو بدون که باید صبور باشی. عجله کردن برای رسیدن به اهداف درست مثل مقاومت کردنه. یه سری موانع هستن که مانع رسیدن به هدف میشن و اون به درون ما برمیگرده. همه ما یه وقتایی از تصویر خوشبختی خودمون و رسیدن به اون هدف بزرگ واهمه داریم. میترسیم که نکنه این برای من زیادی باشه، نکنه من لیاقت این هدف رو نداشته باشم. سر و صداهای منفی توی مغزت بعضی وقتا اونقدر بلنده که ممکنه صدای خواسته ها تو خاموش کنه. باید اینو درک کنید که اتفاقهایی که میافتن یا نمیافتن همگی بازتابی از کشمکش‌های درونی شما هستن. یه وقتایی ناامیدی و یه وقتایی امیدوار و خوشحال و مدام این کشمکش‌ها تو رو دور و نزدیک میکنن. نکته اینجاست که تو باید تموم ضعف‌ها و نقاط قوت خودتو بپذیری. دوستشون داشته باش و از چیزی نترس. اینجاست که نوشتن باز هم کارسازه. شما با نوشتن تموم احساسات منفی و افکار ناامید کننده بار خودتون رو سبک میکنی. آوردن ترس‌ها روی کاغذ راهکاریه برای دور شدن از اونها. اینجوری به ناظر زندگی خودت تبدیل میشی. عین یه گزارشگر تموم حقایق رو میبینی ولی از هیچ کدوم تأثیر نمیگیری. اگه دغدغه‌های خودتون ننویسی، مدام افزایش پیدا میکنن و اراده تو رو از بین میبرن. پس نگرانی نویسی راهکاری برای دور ریختن اونهاست. نوشتن اونها رو از وجود تو بیرون میکشه، جوری که انگار اصلا وجود نداشتن، که بهش میگن تخلیه ذهنی. فقط کافیه امتحان کنی و بعد توی کامنت برام بنویس که چه تأثیری داشت. علاوه بر این، نوشتن ترس‌ها و نگرانی‌ها یه چیزی رو به کار میندازه که شما ازش بیخبرین. اطراف شما همزمانی کم کم اتفاق میفته. یعنی کائنات دست به کار میشه و مجموعه‌ای از اتفاقها میفته که توی مسیر بهتون کمک میکنه. مثلا یه سفر براتون پیش میاد. یه دوست پیدا میکنین که باعث پیشرفت شما میشه و یا یه پیشنهاد کاری دریافت میکنین. به اینا همزمانی یا تلاقی اتفاقای خوشایند میگن. یه اتفاق دیگه رو میسازه و یک در دیگه رو باز میکنه و حقایق پشت اونها آشکار میشه. مطمئنم نوشتن برای تو هم مثل من معجزه میکنه. فقط کافیه قسمت بعدی رو ببینی تا 5 فصل بعدی رو با هم بررسی کنیم و لذت ببریم.